سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امروز با آموزش قطعه ارمغان تاریکی در خدمت شما هستم از آهنگای آقای محمد اصفهانی که خیلی هم قشنگه و خیلی هم پرطرفدار. خب زیاد وقتتون رو نگیرم، بریم سراغ نوت‌خوانیش. با دست راست ابتدا. خب انگشت شماره 4 رو روی نوت فا میذارم نسبت به 2 میانی. این فا میشه بین خط اول و دوم. این فا رو نمیخوام، میرم تو اکتاف پنجم. این فا رو برام نوشته. خب میزنم فا فا می 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 با انگشت 4 و 3. میزان دومم همینه، فا فا می می می. میزان سوم فا فا می می می. میرم میزان چهارم، انگشت دومم روی ر، ر می می ر ر ر. با 4 در واقع میام روی نوت می. تو میزان آخر میزنم می می ر ر ر. خط بعدی می می ر ر ر، دو ر ر دو دو دو. حالا انگشت 4 میاد روی ر، ر ر دو دو دو، ر ر دو دو دو. سی 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 لا سول لا. میتونم اینجوری بزنم سی سی لا سول لا، یا بیام اینجا رو عوض کنم سی 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 لا سول لا با انگشت 4 یا با انگشت 3. ببین کدومش راحت ترین شما. یعنی بیام بگم سی 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 دو یک دو لا سول لا. خب حالا بریم شمارشش رو با هم تمرین کنیم. میزان نمامون 6 و 8. تو 6 و 8 در واقع هر نوت چنگمون ارزش زمانیش 1 ضربه. حالا چون از نوت دولا چنگ استفاده شده و ارزش زمانیش نیم ضربه، من تو این تمرین باید با و بشمارم. اولش یه سکوت چنگ نقطه دار دارم 1.5 ضرب، یعنی میگم 1 و 2. از و باید فا رو بزنم. پس بگم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و یه بار دیگه میگم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و میزانه بعدی هم همینجوری ضربش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و حالا میزان چهارم به جای سکوتش نوتشو گذاشته، یعنی چنگ نقطه دار روی نوت ر 1.5 ضرب باید وایسم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و یه بار دیگه یکم تندتر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و خط بعدی دقیقا مثل خط اول دیگه سکوت داره اولش 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و شما فکر کن همون میزان اول و میزان چهارم ضربش رو اگر درست در بیارین، با شمارش تمرین کنید، ریتمش رو درست در بیارین، دقیقه میزانهای ادامهش هم میتونید به راحتی بزنید تا پایان خط دوم. ببین چجوری شد. حالا من خط دوم هستم، میزان دوم روی نوت دو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و یکم صدای پیانو بلندتر کنم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 ببخشید 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و با خط اتحاد به لای در واقع میزان بعدی خط سوم وصل شده و دیگه نمیزنیمش. یعنی میگم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و علامت تکرار رو گذاشته. دوره باید برگردیم از اول بزنیم. حالا بریم دست چپش هم اضافه کنیم. ببین چی میزنه دست چپ. آکورد لا مینور به صورت 6 و 8 در واقع 1 و 2 و 3 میزنه لا می دو میانی می دو میانی می 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و میزان اول دوم و سوم دقیقا دست چپش همینه. بریم با دست راست 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و آرومتر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و
حتما بشمارید. اگه میخواین ریتمش دقیق در بیاد راحت بشمارید، قشنگ با سرعت آهسته با شمارش راحت در میاد. ولی اگر نمیشمارید، یعنی بدون شمارش تمرین میکنید، احتمال اینکه ریتمشو درست نزنید خیلی زیاده. پس یه چند تا میزانشو بشمارید، قشنگ ریتمش تو ذهنتون میاد و دیگه نیازی به شمارش بقیه قطعه ندارید. ادامه میدم. تو میزان سوم هستیم الان، ببخشید میزان چهارم. دست چپ از لا جابجا میشه میاد روی سول. آکورد سول ماژور رو میزنیم. سول ر سی ر سی ر سی ر. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و حالا با دست راست. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و خط دوم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و حالا دست چپ آکورد فا ماژور میشه. فا دو لا دو لا دو. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و با دست راست. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و چپ و عوض کنم بیام روی می سی سول سی سول سی سول سی. حالا همین با شمارش. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و دوباره رولا. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تکرار داره. حالا با تکرارشو بزنید حتما. بریم ادامه. دست چپ قراره بزنه لا می دو بلا فاصله ضرب 4 5 6 سی دیمینیش داریم. سی کاسه میزنه سی فا ره. دست راستمون هم که دوتا نوت لا و سی، سیاه نقطه دار، 3 ضرب. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و حالا ادامه میدم. به جای ر باید بیام سی بزنم. 1 و 2 و ببین اینجا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و تکراری. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و خط آخر. سول ماژور سول ر سی لا مینور لا می دو. بشماریم. سیاه نقطه دار داریم دست راست. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و حالا دست چپ میاد آکورد ر مینور ر لا فا. ببینم تو کلیپ میفته. آره گفتم شاید دوربینم خیلی نزدیک، دست چپم کامل دیده نمیشه. خب میزنم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. دست چپ زد ر لا فا سول ر سی و رفت روی می سی سول سی سول سی. خب حالا میریم میزان آخر. ببین ملودی که دیگه تکراری میشه. حالا بیایم یکم بهش زینت اضافه کنیم. مثلا بیایم برای فا که میزنه فا فا می می می، بیایم یک گزش هم اضافه کنیم یا مردنت اینجوری صدا میده. چیکار دارم میکنم؟ میگم فا رو فای دوم به جای یه فای خالی میزنم فا سول فا. خیلی سریع. فقط باید حواست باشه که ریتم دست چپتو با هم نزنید. بچه‌هایی که دارن کلیپ رو نگاه میکنن یکم سطحشون حرفه‌ای تر شده میتونن این کارا رو هم انجام بدن. و کسایی که خیلی پیشرفته ساز نمیزنن بهتر اول سادهش رو بزنن، ریتمش خراب نشه، ریتمش رو کامل در برید، بعد برین در مرحله آخر زینت و حالا در واقع ریزکاریایی که دوست دارین رو بهش اضافه کنید. حالا من با زینتش بزنم اینجوری میشه. خط در واقع صفحه بعدی. اینجا هم همین کار میکنم.
اما شمارش چجوری میشه؟ میگه چی؟ ببین دوباره برگم قبلی. 1 و 2 و 3 ضرب سومم 3 و 4 و 5 و 6 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و چون داری گزش میزنی تون میزنی اینجا این خراب نشه، مثلا اینجوری نشه، اینجوری نشه. حواست به ریتم دست چپت باشه. فیلم بگیر از خودت موقع زدن این دوربین رو بذار از خودت فیلم بگیر، آخر سر بهش نگاه کن، ببین فیلمتو ببین دست چپت داره خراب میشه یا نه. قبل اینکه بری کلاس معلمت بهت بگه خودت دیگه اینو حل کرده باشی. خب بریم ادامه. صفحه دوم هستیم. میزان سوم. دست چپ اومده روی سول ر سی. ببین چی میزنه. باز اینجا گزش رو می گذاشتم. حالا یه توضیح در مورد گزش بدم. بذار همینجا الان بهتون میگم. گزش رو گذاشتم رو می. گزش یعنی خود نوت بالاش برگرده رو نوت اصلی در واقع. میفامی به جای که بزنم می یعنی یه می خالی بزنم اینو کردم میفامی. همین ر می خالی دیگه نمیزنم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و این تمیز نخور. یه باری 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 به خط دوم میام روی در واقع 2. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و گزش ر میشه ر میره. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. حالا ببین ملودی میگه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 4 و 5 و 6 و تغییر میده، خلاقیت به خرج بده. مثلا بیا اکتاف مثلا بگو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و یا با زینت بزن، مثلا زینت سی به لا دو به سی، یا گزش بزن هر کدوم که دوست داشتی، یا با اکتاف بزن یا با زینت بزن یا با گزش بزن. ببین با کدوم بیشتر در واقع مورد پسندته. یکم تغییر بده ملودی رو. ادامه بدیم. میزان دوم خط سوم. حالا شمارش اینجا چپ که میزنه سی فا سی با راست 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و دو تا دولا چنگ ارزش زمانیش یک چنگ تو ضرب 4. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 4 و 5 و 6 و لا سی دو سی لا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و اتحاد داره به میزان بعدی این لای دست راست، پس دستش هم تنها بخوره. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و می فا سول لا سی دو با انگشت 1 2 3 1 2 3 1 و 2 و 3 و با سیاه نقطه دار. حالا دو تا دولا چنگ با سی، دو تا با سول، دو تا با سی، می و فا سول و لا سی و دو. اینجوری بسته داره. باز دوباره ادامه بدیم. مثلا من اکتاف میزنم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 2 و اینجا هم میشه یه زینت قبل لا گذاشت 1 و 2 و 3 و ببین
زینت رو نباید خیلی پر رنگش کنید، یعنی به زیادی به گوش بخوره. مثلا اینجوری بده، اینجوری نمیذاریم که قد به گوش شنیده بشه، خیلی ملایم. ببین چی میگه. صفحه آخر 1 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. سعی کردم خیلی سریع و خلاصه توضیح بدم، زیاد وقتتون رو نگیرم، حاشیه زیاد نگم دیگه. با یه آموزش خیلی خلاصه گفتم که کامل براتون توضیح بدم و بتونید که این قطعه رو بزنید. حالا بازم نظرتون رو بهم بگید اگر خوشتون اومده انقدر سریع گفتم و اینا. کلیپ های بعدی هم خیلی خلاصه بگم که دیگه زیاد وقت شما رو هم نگیرم، زودتر به آموزشتون برسید و کاملا یاد بگیرید. حتما نظرتون رو برام بنویسین، خیلی کمک میکنه بهم، حمایتم کنید و امیدوارم که کلیپ های بیشتری بگیرم و بتونم بهتون کمک کنم قطعاتی که دوست دارین رو یاد بگیرید و بزنینش. خیلی شکر.